دوستان امروز میخوایم کوفته درست کنیم. اول روغن پیازش رو درست میکنیم سرخ شه، بعد کوفته ها رو توش میندازیم. ادویه های مورد نیاز: فلفل قرمز، زردچوبه و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا یه تفتی بخوره. من طعم کوفته رو با نعنای کوهی دوست دارم، طعمش خیلی خوشمزه است. یکم از اینم بهش اضافه میکنیم و تفتش میدیم. میذاریم خوب سرخ بشه، بعد رب خونگی بهش اضافه میکنیم. این رو با خودمون درست میکنیم، خیلی طعمش خوشمزه است. این هم از قیمه کوفته است که من از سبزی معطر استفاده کردم، یکم برنج و پیاز. اینا رو به قیممون اضافه کردم و همش زدم. از نعنای کوهی هم استفاده کردم. الان وقتش که بهش رب اضافه کنیم. ربم یه تفت میزنیم تا رنگش وا بشه، رنگش باز بشه. خوب. الان میایم بهش آب اضافه میکنیم. الان بهش آب اضافه میکنیم، میذاریم تا بپزه. من یکم لپه داشتم آماده پخته گذاشته بودم فریزر، اونم بهش اضافه میکنیم تا به جوش میاد. سرشو میذاریم تا به جوش بیاد. یکم نمک بهش اضافه میکنیم. الان کوفته ها رو میذاریم داخلش. الان زیرش هم کم میکنیم برای اینکه کوفته ها وا نرن. کوفته ها رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم.